بسم الله الرحمن الرحیم. برام خدای جهانداری جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که انشاءالله خدا خواهد یعنی به کانال ما انشاءالله اعضا هستین و آنانی که انشاءالله مسافرت در مسافرت هستین و این نوارای ما را الحمدلله خدا خواهد بسیار بسیار سالها است که مشاهده میکنین. البته در این دیاری خدا خواهد شیار زمین بسیار بسیار این شیاری خدا خواهد آبادی شده شده، این چنین خدا خواهد محله ها من اسود رئیس ناحیه خدا خواهد ان شاء الله یعنی خادم حکومت فرمانش کتی الحمدلله خدا خواهد شما شاهد است و این چنین خلق عزیز ما برای آبادی خانه خدا ان شاء الله مسجد ساخته شدیم و این چنین محله ها را برای آباد کردن الحمدلله همه شیار زمین کمر همت بستگی هستند. یکی از ان شاء الله خدا خواهد بهترین رئیسای همین ان شاء الله محله ما من یونس جان الحمدلله خدا خواهد ان شاء الله چندین سال است که برای آبادی هر محله هر گوشه کناری شیار زمین کمر همت ببندند. خدا خواهد ان شاء الله الله سبحانه و تعالی اولا به این برادر کوچک قوت عطا نماید ان شاء الله و این چنین خدا خواهد خادمان ان شاء الله روانی ما شما اسواد میکردیم من نور الله جان و ها کزنی برادری که خدا خواهد ان شاء الله شب و روز برای آبادی و بهتر ان شاء الله زندگی و راه گشتن این خدا خواهد جوان کودکای ما و این اهل دیار ما کمر همت بسیان اولا با این رئیس موفقیت و عمر دراز رزق فراخته نصیحت و در آینده دوره‌های پیشین خدا خواهد ان شاء الله چیا یعنی خدا خواهد فرزندکاش ان شاء الله بخت و سعادت شویم و این آنانی که برای این خدا خواهد دیار ما شما این مهمانا حتی که از شهرهای خدا خواهد یعنی برادرای فرغانه هم ازبک‌ها یکشان خدا خواهد استلبا و سیم ها کشیدن برای خدا خواهد دیگرگون کردنی یعنی برخ ان شاء الله خشرو تامین کردن هم خشلاق کمر همت بسیان خداوند هم عمرش نه رزقش نه کسب به این کارگرایی که در این ان شاء خدا خواهد مملکت ما شما در این دیار کار میکنن خدا در عمرش و رزقش و کسب و کارش اله خدا برکات عطا نماید. همین یعنی این همش باعث آسایشتگی تینجی همین دیار ما شما است و عادلانه یعنی بردن رئیس جمهور خدا خواهد الحمدلله که یک گوشه که پارچه ازبکستان در ما زندگی میکنیم که الحمدلله امروز زندگیمون به درجه عالی بالی و آبادی های چیست شهر آباد شده. ما از همه خادمان حکومت و کسانی که در اینجا خدا خواهد یاردم میکنن دستگیری میکنن الله سبحانه و تعالی در عمرش در رزقش در کسب و کارش الله برکت نماید و چی مقصد و چی آرزوها داریم خود دینی است و خود دنیا الله با فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. آنها که در اینجا حصه گذاشته یاردم کردن اینا را هم عمرش نه رزقش نه کسب و کارش نه خاندانش نه الله سبحانه و تعالی اله برکات عطا نماید. یکی از مستفادهای بهترین خدا خواهد همین محله با این نامجان هستند یکچند سخن میکرده خدا خواهد ان شاء الله در رفتی همین کاری خدا خواهد امروزه بابا جان پروردگار آمین. هزار عالم منمی در اینجا که اسفل میریزن همه این شعری پری نشون میدید. آمین. چون که مغازین و دیگر جواب بینی همه چیز اساساً همه چیز شعری پری من دولت مو ازبکستان دا صد بارا رحمت هزار بار شکر پرزیدنت و دیگر حاکما دیگر هزار رحمت منمی خیلی آمین. من همین اشیار زمین تمام جونش اسفل شده ایستاده. الحمدلله الحمدلله. من گفت شما الکترو دیگر چیزا من رئیسان ده هزار رحمت نکی میاد کرد من خیلی کادرای زور چهان نقض البته یک چیز موندن در کردیه خدمت آینده نورس نه و یا ایمو نفرت نکردن در کردیه و یا خدا خواهد دیگه او همش بسیار به همین نوعات سری پریه همه ان شاء الله ان شاء الله این زاید نمیشه همین که در اینجا مهنت کردن هزار رحمت و دراز شدی کارکاشون کشایشتی پروردگار و زمانه ها ما همین خیلی تیج شوا در روزای نغزا در همین اسفلتا همین یاشکا ما من سال پیشیده اومدیم ای ما عاقب بچه ها در همینجا زندگانی ها شد رنگ ما نغز گذرونن پروردگار هم یک شنه عمری دراز در همین روزای نغزاش باشیم. الله اکبر. رحمت برای سی محله وقتی شیشی همین یونسشون
من آبادی در محله قطع خیلی بسیار. او البته ما برای ها، محله البته این انشالله دوری خدا خواهد می‌نت دوری می‌کنیم. سالهای بسیار بسیار خدمت کنن خدا من وی برو شده ساده اکا محله خدا خودم برادر قوت میتی البته دو دستا ما برداره میشه چون که عینا خدا خواهد انشالله خدمت داره خدا خواهد انشالله حرکت داره که یک گوشه پرچم باشه خدا خواهد اوت شود همین محله نه چند کسا گذشته برفتن یک قسط دعا قرآن میکنیم نشما چند قد آدم اوت که بهتر موی سفیدا بعد دعا میکنه نشین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صاحب شب بخشیدیم یعنی همین مکان گذشتگی ها همین اهل جمعیت جمعی گذشتگی هاشون همین کوچه هم که بابای میکنیم یعنی آباد که رفتن و یا هم خبر هاشون پرنور آخرشون آباد بگردانیم همین برادری که خداوند در اینجا کمر همت بسیان باری دیگر در امروز در رزقاش در کسب و کاراش الله و برکات عطا آنچه آرزوهایی که داریم خود دینی است و خود دنیای و فضل و کرمند اله برآورده خیر بگردانی گذشتگان همین منزل و مکان طریقی رحمت شایسته جنت و از همین انشاءالله دیار کسانی که در سفر هستند اله سفرهای با برار صحت بودی سلامت با کیسه های پر باری های سرخ نزد خاندان و از نزد وطنی عزیز برگشتند تمام مسافران خدا خودت در حفظ و پناه نگهبان باشی صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک